دهمین مسابقه بین المللی اوید و جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گشوده اعلام می‌نماید. تبریکاتی با پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر داده می شود. محترم ورزشگران، مربیان و حاضرین گرامی، حضور همه شما را در مراسم گشوده شوی دهمین مسابقه بین المللی اوید و جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان خیر مقدم می‌کنم. مورد به ذکر است که حکومت مملکت زیر سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از روزهای اول صاحب استقلالی به ساحه ورزش توجه و غمخوری نمودند و بهر رشد آن یک قطار برنامه‌های ساحوی قبول گردیده است. باید گفت که در این دوره مورد استفاده قرار گرفتن یک زمره انشاءات‌های ساحه و قدردانی مادی و مالیوی ورزشگران شهادت این گفته هاست. در تاریخ ورزش کشور باشد اولین مدال بازی‌های آسیا و اولین مدال بازی‌های المپی را سال 1994 در بازی‌های آسیا در هیروشیما ژاپن که تاجیکستان پس از به دست آوردن استقلال دولتی بار اول اشتراک کرد. خیرالله نظریف در نمود جودو سزاوار مدال برنجی گردید. سال 2008 در بازی‌های المپی پکین باشد پهلوان معروف کشور رسول باقیف مدال برنجی گرفت. با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی از 2 تا 4 ایون سال روان در تاجیکستان بار اول مسابقه بین المللی گران پری جودو دایر گردید که در آن 315 ورزشگر از 40 دولت‌های دنیا شرکت ورزیدند. در این مسابقه با نفوذ جودوکاران ما توانستند 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 1 مدال برنجی به دست آوردند. از روی رده‌بندی دستوی جای اول را اشغال نمودند. همچنین باعث افتخار است که تیم جودوی تاجیکستان در بازی‌های 19 آسیا که امروزها در شهر خنژاو جمهوری مردمی چین قرار دارد سزاوار 3 مدال گردیده جای دوم دستوی را میان مردم با تیم ژاپن اشغال نمودند. سامان محمدبکов در وزن 81 کیلوگرم بار اول در تاریخ مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیمов میان سنگین وزن‌ها سزاوار مدال نقره شد. این دستاورد هم بار اول به جودوکاران تاجیک میسر گردید. بهروز خواجه‌زاده باشد در وزن 73 برنده نشان برنجی گردید. همزمان با قناعتمندی میخواهم اظهار نمایم که جودوکاران ما تنها سال 2023 در مسابقه‌های با نفوذ سیر جهان جودو 14 مدال به دست آوردند که از آن 5 مدال طلا، 7 نقره و 2 مدال برنجی تشکیل می‌دهد. جودوکاران نورس و جوان در مسابقه‌های گشاد جام آسیا سال 2023 در شهر الماتا و تاشکند 2 مدال طلا و 12 مدال برنجی به دست آوردند. ما خیلی خوشحالیم که در مسابقه امروزه بیش از 200 ورزشگر از همه منطقه‌های کشور و خارج دور و نزدیک شرکت می‌ورزند.
мавриди ёдоварист ки ҷоми президенти Тоҷикистон Оид Баҷудо бори аввал соли 2013 дар ду вазн баргузор гардид. имрӯз бошад мо дар ҷашни даҳумин мусобиқаи байналмилалии Оид Баҷудо барои дарёфти ҷоми президенти Тоҷикистон дар 10 вазн 7 вазн миёни мардон ва 3 миёни бонувон мегузаронем. бовар дорам ки мусобиқаи имрӯза баҳри дарёфти чеҳраҳои ҷавону умедбахши замина мегузорад. бовар дорам ки мусобиқаи имрӯза дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида ба густариши минбаъдаи тарзи ҳаёти солим ва дарёфти варзишгарони ҷавону ояндадор мусоидат менамояд. ба ҳамаи шумо меҳмонону варзишгарони азиз боду боши фарахбахш ва ба иштироккунандагони мусобиқа барори комёбӣ орзу менамоям. аз таваҷҷӯҳатон шукргузорам.